دیشب برام خیلی تلخ بود وقتی بغض یکی از بهترین بازیکنهای دنیا رو دیدم. کریستیانو رونالدو، کسی که بالای 20 سال زحمت کشید و یکی از بهترین بازیکنها بود. همشون، نیمار، مسی، و ما با اینا فوتبال رو شناختیم. ما با این بازیکنهای بزرگ فوتبال رو شناختیم و به اینجا رسیدیم. خیلی از اینایی که الان دارن فوتبال بازی میکنن به عشق اینا اومدن به سمت فوتبال. و دیشب خیلی ناراحت کننده بود که هیچ کدوم از بازیکنهای پرتغال نیومدن کنارش و تنها موند. با این حال باز هم ممنونیم ازت کریستیانو رونالدو که تا اینجا فوتبال برامون جذاب و جذابتر کردی. مرسی و خدا حافظ کریستیانو رونالدو. خیلی تلخه ولی خدا حافظ. خدا حافظ.